روز یکشنبه این ایستگاه راهآهن در ولایت دونتسک اوکراین در کام آتش بود از ضربه موشکی هدفمندی روسیه. اینجا هم یک فرمانده روس با شهر افدیف که آشنا می شود که نظارت آن را روز 17 فوریه از دست اوکراینی ها گرفتند. اگرچه به قول وزیر دفاع اوکراین عزم و اراده کشورش قوی است، ولی برای مقاومت با ضد روسیه به اسلحه ضرورت دارد و هرچی زودتر. در محاسبه جنگ اگر به دشمن بنگریم اقتصاد 2 تریلیون دلاری دارد. یعنی اگر ما کمک وعدگی را سر وقت نگیریم سرباز و قلمرومان را از دست می‌دهیم. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی در حکومت آمریکا هفته گذشته هنگام صحبت با تلویزیون ABC از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواست قرار کمک 61 میلیارد دلاری به اوکراین را برای رأیگیری در کنگره هرچه زودتر پیشنهاد کند. اگر رئیس مجلس جانسون قرار را برای رأیگیری بگذارد، اکثریت وکیلان از هر دو حزب به طرفداری کمک به اوکراین رأی می‌دهند. از این راه ما نارسایی تیر را پر می‌کنیم و اوکراین دلیرانه و با شجاعت به ضد روس‌ها جنگ را ادامه می‌دهد. 2 روز پیشتر از این از جنگ روسیه در اوکراین 2 سالی رسا پر شد. من باور دارم که پیروزی از ماست. همه دنیا ما را دستگیری میکند. اگر اوکراین شکست خورد معلوم می شود که تمام دنیا از یک کشور شکست خورده است. سازمان ملل میگوید جنگ تا کنون ضرری زیادی بر روان کودکان اوکراین زده است که اضطراب زیاد و هوس کمی برای تحصیل دارند. پاپیروم در نیایش در روز یکشنبه خواستار قطع جنگ و مشقت مردم شد. من دعا می کنم اندک انسانیت پیدا شود تا شرایطی برای حل دیپلماتی برای صلح عادلانه و پایدار فراهم آید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک نشست خبری از نور امید برای صلح سخن گفت. از دو همایش سران کشورها برای ختم جنگ در ماه‌های نزدیک. من امیدوارم نشست اول و افتتاحی بهار برگزار می شود. ما نباید فرصت دیپلماتی را از دست دهیم. نشست در شویتزاریا صورت می گیرد. ما می خواهیم دومین نشست در یگان جای دیگری قاره اروپا برگزار شود. هر گونه طرحی حاصل شده صلح را در این نشست‌ها بر روسیه پیشنهاد می‌کنند، اگرچه به گفته زلنسکی هیچ ضمانتی وجود ندارد که روسیه آن را بپذیرد.